بایستا عوضی من نگی اون کیف کجاست چلت نمیکنم سیاوش مثل این که تو مغز خر خوردی. بهت میگم کیفی وجود نداره. کیفی تو اون ماشین نبوده. من خودم شنیدم یارو میگفت کیف تو ماشینه. تمام زندگی من توشه. بابا لاف اومده دروغ گفته. از کجا معلوم تو دروغ نمیگی؟ آقا من دروغ نمیگم. میگم کیفی نیست. داشت بیار پایین. من انقدر مار خوردم حفی شدم نیما. بگو کیف کجاست وگرنه چه حسنمو سر بردی. خیلی مخلصیم آقا، با اجازه. سلام علیکم ایرج خان. سلام علیکم. خسته نباشی.
بالاخره میخواد تموم شه این قصه ای تو ما هم بشینیم بخونیم؟ نمیدونم تموم میشه. هی یکی دو روز دیگه هم که چشت روشن آزاد میشی و میری، اینم به ما وصال نمیده بخونیمش. چش و دلمون که روشن نمیشه ایرج خان. من این تو عشقمو از دست دادم. آزادی عذابم میده راستش. این تو حداقل اینو تمامش میکنم. آقا نیما، عشق اگر عشق باشه با مرگم تموم نمیشه. دیگه بقیه‌اش حرفه. سلام کاپیتان، خسته نباشی. سلام بروز جان، خوبی؟ قربونت برم، مرسی. پرواز چطور بود؟ خدا رو شکر خوبه. خیلی وقت منتظری؟ نه، نیم ساعتی از پروازم نشسته. به به، کادوهای قشنگی. بچه دار میشی بهت میگم. خب فرزاد جان، این خدمت شما همون مبلغیه که قرارمون بود. فقط شرمنده نتونستم همشون نقد بگیرم. تقریبا نصف چک تضمینیه. چک تضمینی فکر کنم به مشکل بخوریم، یارو خیلی گیره. ولی دست در نکنه. مرسی. قربونت برم. کجا میری؟ خونه. یا نکنن میخوای بکن میخوای نکن، ماشین عشق تو پنچر بکنم یا نکنن میخوای بکن میخوای نکن، گله از دست تو کافر بکنم یا نکنن میخوای بکن. عشق روی تو شد نصیب من ای حبیب من، عکس مای تو رو پارش بکنم یا نکنم. ساکت بشین. چه خبر دنده گوشی اون سرتون؟ نیما کیانفر وسایلتو جمع کن. به سلامت. مبارک باشه رفیق نیمه را. خدا کنه. چرا نکنه؟ خیلی ها میان تو این زندون عوض میشن، خیلی ها میان عوضی میشن. تو جزو اونایی هستی که عوض شدی. میدونی این خودش خیلی خوششانسیه. ایشالا یه روزی اون بیرون هم دیگه رو میبینیم. من که اون بیرون کاری ندارم. نه زنی نه بچه‌ای، نه علاقه‌ای نه علاقه‌مندی. میدونی من تو این زندان شدم عینه‌ی آینه. هر کی که میاد تو این زندان میتونه خودشو تو من ببینه. اونی که عبرت گرفت رفته دیگه هم اینجا بر نمیگرده. اونی که عبرت نگرفت میشه مسافر همینجا.
کف خواب اینجاست و مدام میره و میاد. یه 2 سالی طول کشید تا این درست بشه. تو هم حالا هر وقت که دلت تنگ شد یه نگاه که به این بندازی یاد من میافتی. فقط یادت نره اینجا یه نفر هست که منتظر این قصه تموم بشه و اونم بخونتش. درسته؟ تمومش میکنم انشالله. بری که الهی دیگه بر نگردی، 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 بری که الهی دیگه بر نگردی. فرید بابایی چند وقته از این محل رفتن؟ حدوداً 5 ماهه. دقیقاً از همون زمانی که دیگه جواب تلفنم هم نداد. خب بریم تو که خونه خیلی وقت دلش برا تنگ شده. کجا داری میری؟ هیچکی خبر نداره اونا کجان. حداقل بیا با ماشین برو.
رسیدم به خیر. از دوست و دشمن سراغتو میگرفتی. ما رو پاک یادت دفاله. ببین سیاوش وا بده، یه روزی با هم دیگه کار میکردیم، اما از امروز نمیخوام ببینمت. اینجا این که میگی درست، ولی یه چیزی بین من و تو هست که باید حل بشه. میفهمی که خودتو به اون راه نزن نیما. من هنوزم چشم دنبال اون کیفه. توهون تو رو من تو زندون پس دادم، این به اون در. زرنگی خودم بود فرار کردم. اگه میفروختمت چی؟ آدم فروشی؟ من هنوز تو کفم بفهمم چی تو اون کیف بوده که لام تا کام تو زندونم حرف نزدی. چرا چرند میگی سیاوش؟ مگه 100 دفعه تو زندون پیغام نفرستادی گفتم کیفی وجود نداره؟ ها؟ 1000 دفعه دیگه هم که بیای بری همینو بهت میگم. اون روی منو بالا نیار سیاوش، دیگه میبینمت حالم بد میشه. چیه؟ عشق انداختت دور دورشو واسه من برمیداری؟ سه ماه پیش هم به شما گفتم بیمارای کلیوی رو تا یه زمان محدودی میشه دیالیزشون کرد. متاسفانه همسر شما زمانی که دیالیز میشه افت فشار پیدا میکنه و ما مجبوریم از سیستم CRRT استفاده کنیم برای دیالیزشون و بایستی توی بیمارستان بستری بشن و از این هر چه زودتر باید پیوند انجام بشه. خسته شدی؟ آره بابایی. میخوام برم پیش مامان. بهش سلام کن. به اون پیش مامان بزرگ. بعدش با هم میریم. به مامان میگی پریدو ببره خونه؟ چشم. خب یه ذره به ما هم توجه کن، همش که شد فرید. خبر خوب برات دارم. چه خبره؟ کلیه پیدا شد. پولی هم که می‌خواستیم جور شد. همین امروز فرداست که دیگه عملت کن. پول از کجا جور کردی؟ اون اصلاً به شما مربوط نیست. اگه مربوط نبود که الان حال روز من نبود. پروازت از هر چیزی برات مهمتره نه؟ من بهت قول دادم. پای قولم هم هستم. این آخرین پروازم. البته تا وقتی خوب شی. حالا چرا با این لباس اومدی؟ من آخر نفهمیدم تو این لباسا رو دوست داری یا نه؟ اون موقعی که داشتی گولم میزدی دوست داشتم، ولی الان ازش بدم میاد. برو ماشین بری. آقا سلام. CD جدیدم داریم هم. بله. فرزاد کیه؟
خوب. برو ماشین بعدی اینجا ما نسا. فرزاد کی آقا جون؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ پولت چی شو؟ ماشین بعدی با من نیا. پولت چی شو؟ با شما نبودم. پولت چی شو؟ نداداش من همش نقد. مگه نخل لوبیا میخوای بخری وعده میخوای بخری؟ همش نقد. باشه. پول نقد فراهم میکنم حتما. عمو جون 2 ساعت دیگه بیمارستانم پیشه. پس تو 2 ساعت دیگه میبینمتون بیمارستان. آقا ببخشید. خواهش میکنم. خداحافظ شما. خداحافظ. 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 یه دوستی دارم اسمش نرگسه. انقدر دختر گلیه. نمیدونی چقدر ماهه. میدونی کجا کار میکنه؟ خانه سالمندا. همونجا که این پیرزن پیرمردا هستن. همش به نرگس میگم خوش به حالت اونجا کار میکنی. اگه بشه منم برم اونجا کار کنم. سال دوم دانشگاه ادبیاتو ول کردم رفتم سراغ کار که زنم نره کار کنه. نه خانم اینقدر هم بی عرضه نیستیم ما. میرم یه چای خوشمزه میارم. واقعا قشنگم شما. بله. سردت که نیست. سمت هم نوایی میکند بانک هزار با نوایی. برم بیارم الان مرد چایی؟ بله. برم الان مرد چایی بیارم؟ نه. بیارم یه چایی بیارم گرمشی. اون چایی خونک رو در پرواز سنبولی در پای سر میرد بود. سر در خدمت کمر بربست بود. از کنار مرکان برید آبها کودکان شادان فراز تابها خواب دیدم خلق خانم سلیمی اصلا باور نمی کردم که شما هنوز اینجا کار بکنید. جایی غیر از اینجا ندارم. پسش تنها نشونیم از مهتاب شما بودین. اومدم ببینم شما ازش خبر دارین یا نه. همه مریضی هست دنیا. چرا من باید خود کلی آمد کار بیفتم؟ باشه کلی آمد کار افتاد. چرا باید این گونه خونی به من بدی که اینقدر کمیاب باشه؟ مگه من نمیخوام زندگی کنم؟ مگه نمیخوام بزرگ شدن فریدو ببینم؟ اگه من آرزو ندارم
اگه دوباره برای خودش مشکلی پیش بیاد بعد همین کلیه رو چند برابر قیمت بخره تا اگه کسی پیدا بشه بهش بفروشه. خب ما همه سعی خودمون رو کردیم، همه به هر دری زدیم که بتونیم این پول رو جور کنیم، فقط تونستیم همینقدر جور کنیم. شما خودتون رو بذارین جای من، فکر کنیم پدر خودتونه. چرا بهم نگفتی؟ چرا خبرم نکردی؟ میدونی تو این مدت چه فکرایی با خودم کردم؟ به خودم خواستم تو این شرایط نگرانت نکنم، همین. خب بهم میگفتی من بابا رو میفرستادم اینجا سوال. تو زندان یه چیزایی نوشتم، یه قصه، ولی هنوز آخرش رو تموم نکردم. در مورد چی؟ در مورد یه پسره که از یه دختر خیلی خوشش میاد، بعد از بعد حادثه میفته تو زندان، وقتی میاد بیرون میبینه دختره افتاده تو بیمارستان. چرا تمومش نمی‌کنی؟ نمیدونم آخرش چی میشه. خوب میشه. حتی اگه دختره بدونه پسر افتاده زندان و رسوا شده. آره. بفرمایید. سلام آقای ادیب. سلام آقای صفا. خوب هستی شما؟ آقای دکتر با بنده کاری داشتین؟ به خاطر این گفتم بیاین اینجا، چون میدونید وضع جسمی خانمتون خوب نیست. ما به لحاظ پزشکی هر کاری که از دستمون بر بیاد براشون انجام میدیم، ولی به لحاظ روحی وضعیت خوبی ندارن. باید بیشتر مراقبشون باشید. اصلا فکر نمی کردیم اینقدر جدی باشه. الان 4 ماهی تو بیمارستان بستریه. دکتر میگه باید پیوند قلب بشه. پیوند قلب چرا؟ چرا خودش چی بهم نگفت؟ تو که مهتابو میشناسی. اینا نمیدم. یعنی چی؟ یعنی یه دفعه قلبش مشکل دار شده؟ دکتر میگه قبلا دردای جزئی داشته که هیچی نمیگفته. یه جورایی ریشه تو سرماخوردگی دوره بچگیش داشته. پس چرا تا حالا عملش نکردی؟ منتظر اهدا کننده قلب هستی. یعنی چی؟ یعنی تو این مدت هیچ کس نبودی؟ چرا؟ 2 مرگ مغزی بود. گروه خونشون هم به مهتاب میخورد، اما خانواده هاشون رضایت ندادن. ای وای، هزینه بیمارستان، دوا درمون، اینا چی؟ الهی شکر. جراحی پیوند که رایگانه،
میمونه هزینه بیمارستان که اونم بیمه خود کمک میکنه. میمونه پول داروهاش. تهیه داروهاش کمر منو شکون. باعث شد خونه رو بفروشم و اجاره نشین شدم. بازم الهی شکر. میگذره. خانم صفا شما چرا بدون ویلچرین؟ مگه پزشکتون نگفته راه رفتن براشون ضرر داره؟ مگه نمیتونم نه آقا براشون ضرر داره. بشینین لطفا. بشین من براتون ویلچر نه میارم. لازم نیستش، من خودم میبرمشون. بیا عزیزم بیا بشین استراحت کن. برای چی بهش نگفتی؟ استراحت چی کنم؟ اینا پرستارن، این وظیفه‌شون از شما. برای چی الان بهش نگفتی ویلچر برای من نگیره؟ مگه من نمیتونم راه برم؟ خانم من که عرض کردم. نمیخوام ویلچر. مگه نگفتم نیا؟ مگه من نمیتونم راه برم؟ خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. عزیز من. مونا کیفه؟ خیلی ها میان تو این زندون عوض میشن، خیلی ها میان عوضی میشن. تو جزو اونایی هستی که عوض شدی. یعنی تو دقیقاً تو همین 2 ساعته که بهت گم شده؟ این مشکل من خودم حلش میکنم. آقا روی این پیشونی ما چیز نوشته؟ من همچین جسارتی نکردم. همچین جسارتی نمیتونی بکنی. این چه ادبیاتیه؟ این ادبیات نیست. ولمون کن آقا. برادر من اجازه بده. آقا من برادر شما. آقا داداش نکن، ما خودمون در 12 تا داداشیم. دو تا مرد که هستیم. من مرد نیستم. زنم داره میبینه. به من چه؟ این حرفا
آقا 37 میلیون میخوای پول بدی دونه کلیه بخری. من پس فردا همینو تو بازار خراب بعد 60 میلیون پول بدم من به شما بابتش. متعهد شدم. من به شما متعهد نیستم آقا جون. من هیچ ربطی به من نداره. بیا عزیزم اینو نمیخواد. اجازه بده. این 13 14 تومن پولشه. پیش پرداخت. دبه نکن. اگه ارزون تر گیر آوردی اون بار چینی سنگساز آوردی. ارزون چیه؟ نمیفروشم. اصلا نمیفروشم. فقط آزمایشات اصلا نمیخوام. نمیخوام. اصلا خیال فروش شده. هیچ خبر آقا. هیچ من نمیخوام. کلیه نمیخوام. آها این همونه که ارزون میفروشه. آره. آقا نمیخوام بفروشم. بی خیال باشی. خواهش میکنم. آقا یه لحظه من حرفی من از خجالت شما در میام. آقا من فروشنده نباشی که باید باشی. چرا تو من بعد اخلاق هم نه نیست دیگه هم صحبت خودت مسلط باش. یه لحظه شما دفعه من 30 ثانیه دیگه رفتم. من در خدمت شما. نه کجا که آوردی؟ روزنامه آگهی زدم. برای پیدا کردن عضو تو روزنامه آگهی زدی؟ چیکار می‌کردم؟ من یه دونه کلیه می‌خواستم گروه خونیش به مونا بخوره، اونم پیدا کردم. تو فقط فکر مونایی نه؟ تو فکر می‌کنی ما وایسادیم که مونا از بین بره؟ فکر می‌کنی من با بخش اهدا در تماس نیستم؟ با بقیه پزشکا و بقیه همکارا تو بیمارستان‌های دیگه در تماس نیستم؟ بیا تو دیگه این حرفو نزن. هر چی داشتم تو زندگیم دادم رفت. فقط همین یه تیکه زمین بود که اونم فروختم. حالا بعد گم شه. چرا هیچ بدبختی مال منه؟ اصلا خودت مسلط باش. من دوست عزیز شما نیستم. این فیلم‌ها رو هم واسه ما بازی نکنی. ما خودمون گشنه کف شهری هستیم. معامله رو خراب نکن. می‌خودی اومدی وسط داری سنگ میندازی تو معامله دیگه. عزیزم من پزشکم. خب منم مهندسم. چه ربطی داره آقا؟ من نمیخوام. اصلا بفروش نیستم. آقا من نمی‌فروشم. دنبال من نیا. من نمی‌فروشم. آقا نمی‌فروشم. آقا مال خودم نمی‌خوام بفروشم. چه سلامی؟ چه علیکی مادر؟ تو چرا تلفنات جواب نمیدی؟ هیچ معلومه کجایی؟ تو اصلا فکر کردی که تو این خونم یه مادر تنها و چشم برا داری؟ من نیومدم خونه قرقراتو گوش کنم. من نمیدونم چه گناهی کردم که تو اینجوری شدی. والا اون بابای خدا بیامرزه جز اینکه دست مردم بگیره کار دیگه نکرد. تو چرا اینجوری شدی مادر؟ چی کار کرده بودم آخه؟ ولم کن مامان، حوصله ندارم. آره دیگه ولت کردم که اینجوری همه از دست تو آسیا عاجزن. آخه سیاوش جان، پدرت خوب، مادرت خوب، تو چرا اینجوری شدی پسرم؟ من چی کار کنم از دست تو؟ سیاوش نیستی آقا سیا، قربونت برم. چکرتم قربون. کم پیدایی عزیز من. داری یه چیز درست کن بخوری. ردیفش میکنم همین الان. عشق کنی قربونه. آقا جون یه دقیقه میگم، من اصلا با شما کاری ندارم. شما به کارت برس، منم برم ببینم اونجا چه خبره دیگه. دیوونه. عزیزم من به شما چی کار دارم؟ میگم یه دقیقه من تو اتوبیس
سلام عزت خانم. سلام پسرم. عزت خانم سیاوش خونه است؟ نه مادر، کی خونه بوده که الان باشه؟ اگه خونه است بهش بگیم بیاد بیرون، من باش کار دارم. پسرم گفتم که نیست. باز دوباره چه غلطی کرده که اینجوری با من حرف میزنی؟ هیچ. خداحافظ. امروز زمین رو که تنها یادگار بابام بود فروختم. قراره با پولش برای تو کلیه بکنم. خدا رو شکر دیگه همه چی تمومه. بهروز تو فرودگاه منتظر تا پولا رو بنده. مونا جان، فکر میکنی چون ازت دورم به فکرت نیستم، ولی همه چند لحظه پیش داشتم به این فکر میکردم کاش میشد کلیه خودم رو بهت بدم. اصلا کاش میمردم و تو خوب میشدی. بله کار داشتم مامان، بگو. کی اومدن خونه؟ نیما؟ مرتیکه عوضی این همه وقت سر این پول منو بازی داد، من نمیره دم خونه ما. پس داروی قبلیشو ادامه بده دکتر. بله نوشتم براش. سلام. 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 خوبین آقا نیما؟ خیلی ممنون. دکتر پویا هستنشون، نام زدم آقای کیانفر. خانم من داروهاشون نوشتم، کاراشون رو بکنیم به من خبر بدید. خیلی ممنون دکتر. خوبید شما؟ خیلی ممنون. شما خوبی؟ بهتری؟ این آقا رو میشناسی؟ کیا میگی؟ همین که با دکتر پویا داره حرف میزنه. نه تا حالا ندیدمش.
ببری خونه؟ نمیخوام مواظب باشم ببرش خونه. چشم میبرمش تو درس نکنم. بیا پریتون بریم. بیا عزیز من مامان اینجا میمونه بعد کارش که تموم شد میاد پیش ما. بیا بریم قربونت برم داد نزن. بیا بریم داد نزن. دکتر خیلی متاسفم. راحت شد. خیلی درد کشید. اگه دستم به این نامرد نالوتی که این بلا رو سر تو آورده برسه با همین دستای پیر و قدیمیم از هم سواش میکنم. نیما بابا میفهمی چی میگم؟ به من بگو ببینم کی بودن. من اونجا تو زندون نشسته بودم و داشتم فکر میکردم که بیام بیرون چیکار میکنم. الان اومدم بیرون نمیدونم چه غلطی باید بکنم. آخه اینا کیا بودن که جرأت کردن تو محل این بلا رو سر تو بیارن؟ خیلی سخته بابا. این همه کتک خوردم ولی گریم نمیاد. نمیدونم چجوری باید خودمو سبک کنم بابا. آخه کی بودن اینا بابا جون؟ به من بگو. سیاوش بابا. خیالم راحت دیگه. خیالت راحت باشه ها سیاوش. ننه مردر یه جوری زدمش عین مرغ پرکنده بالبال میزد. باید بودی و میدیدیش. بیا اینه برنامه بچه. دست در نکنه. بازم از این کار داشتیم و زنگ بزن. زنگ بایزه. قربونت برم. خوش اومدی داداش. صفا غذا رو ببرم واسه آقا سیاه بخوره لذت. آقا فری بیا. بیا اینم مال تو. قربونت من که نمک پروردیم. قربونت برم. بفرما بخور نوش جونه. آقا نبودی که ببین اینا چی کردن برابر بلای سرش آوردن که اصلا دیگه مادرش هم نمیشناسه.
زندگی لاکردار مثل کلاویه های یه پیانوه. دگمه های سیاهش غمه، اون سفیدا شادی. زمانی تو میتونی یه آهنگ اساسی بزنی که هارمونی رو حفظ کنی، هم از سیاه استفاده کنی هم از سفید. اون وقت میتونی یه موسیقی اساسی گوش کنی. صدات در نیاد. هرچی بیشتر تقلا کنی گردنت بیشتر خورد میشه. تا 3 میشمارم دستمو ور میدارم. اگه حرف زدی که هیچی، وگرنه یکی از همین هیزوما رو میکنم تو حلقومت. فهمیدی؟ سلام. سلام. چرا اینطور شدی؟ چیزی نیست، یه تصادف جزئی کردم اینجور شدم. واقعا تصادف؟ واقعا تصادف. فقط شانسی که آوردم زنده موندم، اینو تمامش کردم. بیا. چقدر زود تمامش کردی؟ تمام شد دیگه. مهتاب، راستش اینه که تو این چند وقت یه چیزایی تو دلم بود که بهت بگم. پیروز یه اتفاقی افتاد، بی خیال شدم. خیلی چیزایی که نمیتونن بگن و مینویسن، ما هم که مجبوریم میخونیم. من برمیگردم. بیا. مهتاب، من برای سلامتی تو هر کاری میکنم. هر کاری. شما مطمئن گروه خونیش با همسرتون یکی بوده؟ در واقع این چیزی که خودش گفته بود. یعنی چی؟ آزمایش خون ندادین؟ آقای دکتر، اصلا آزمایشی در کار نبوده. خیلی جالبه. شما توی روزنامه آگهی میدین که احتیاج به کلیه داری. بعد یه نفر میاد میگه که من کلیه‌مو میتونم به شما اهدا کنم. حالا گیرم که گروه خونیش با همسر شما یکی باشه. اون وقت ممکنه جواب آزمایش HLA اون آدم تطابق نداشته باشه، یا آزمایش ویروسیش مثبت باشه، مثلا ایدز یا هپاتیت داشته باشه. اون وقت میخواستین چیکار کنی؟
الو سلام. خوب شد زنگ زدی. نه دیگه به دردم نمیخوره. دکتر میگه که قرار بود کلیه بده کلاهبردار بزنه همچی. زمان داره از دستم میره. سلام آقای دکتر. ببین جمشید خاک بر سر چرا نیومد؟ من زیاد نمیتونم بمونم باید برم. تو همینجاش هم زیادی موندی نامرد روزگار. از جون سیر شدیم پیرمردا. به موی سفید و چین و چروکام نگاه نکن. هنوزم که هنوزه 5 تا مثل تو جونور حریفم. فقط کاری نکن که توبه‌مو به گردن یه جا بشکنم. حالا برو کیفو بیاره گورتو گم کنه برو. به قول پسرت هیچ کیفی وجود نداره. خوش اومدی. صفا آوردی. پیرمرد. بگو کی کجاست؟ اگه نگم چی میشه؟ نگی؟ 30 سال پیش نامردی مثل تو با چاقو زد به پا منو به این روز از هرچی حیوان کثیف مثل توی متنفرم. حالا زود برو گورتو گم کن کیفو هردی بیاره برو گم شد.
حالشون چطوره؟ عمل پیوند خوبی انجام شد. دست شما درد نکنه. آره خانم. خدا رو 100,000 مرتبه خدا رو شکر. دیدیم معاملش رو. خدا رو شکر. یا این دیدی؟ خدا رو 100,000 مرتبه شد. دیدی یادش خوب شد بابا. بریم عزیزم بریم. نیما این بود واقعا این بود پایانی که ازش میگفتیم. اگه قراره همه عشق آخرش اینجوری تموم بشه من یه جمله اضافه میکنم به اول کتابت. میدونی چیه؟ خوندن این کتاب برای همه عاشقا ممنون. آره خوبه؟ خوشبختانه همه چیز مرتبه. دست شما درد نکنه. حال خانمت خوبه. خدا رو 100,000 مرتبه. خدا شکر. خدا شکر. الهی فدا شما. سیاه باشم مادر من حلالت میکنم. انشالله که خدا به تعداد دفعات قلبت که توی اون سینه میتپه از گناهات بگذره مادر. عزیز دلم به خدا میسپارم. سلام، خسته نباشید. از هاروست مزاحم میشم. مرگ مغزی رو کی بفرستیم بالا؟ آها، خیلی متشکرم.
کار خانمتون به خوبی انجام شد. حالش هم خوبه. الانم توی ریکاوری هست. بله. بفرمایید. بله. فرزاد چی شده؟ مونا بیا. کجا رفت؟ یه راه طولانی، یه راه بی فانوس، توهم و ترس و تنهایی و افسوس. یه راه طولانی، یه بغض سردرگم، جایی واسه من نیست تو قلب این مردم. خونه ازم دور و غربت بهم نزدیک، گذشته تلخ و آینده تاریک. بیراه بیرحمه راهمو گم کردم، من از کجا باید به خونه برگردم؟ وقتی دعای خیر تو کوله بارم نیست، کسی توی خونه چشم انتظارم نیست. فرصت هنوز مونده، خدا کنارم هست. باید همین امروز برگردم از بنبست. یه راه طولانی، یه راه بی فانوس، توهم و ترس و تنهایی و افسوس. یه راه طولانی، یه بغض سردرگم، جایی واسه من نیست تو قلب این مردم. انتظارم نیست، فرصت هنوز مونده، خدا کنارم هست. باید همین امروز